عرفان عزیز سلام برادر گل. خیلی چه خبر؟ ارادت. قربونت برم، مرسی که اومدی پیش ما و افتخاریه پویا جان. قربونت برم. من قلبا خیلی از سری آدمایی هستی که قلبا دوستشون دارم و مطمئنم که از اون سری آدمایی هستی که به خاطر قلب پاکشون به این جایگاهی که هستن رسیدن. شروع کنیم. آقا حتما. یه چیزی، ایونت ها چرا دیگه برگزار نمیشه؟ ایونت ها رو پویا اولی که منم سلام کنم قربونت و اینکه باعث افتخار کنار شما یه مربی کاربلد، سلامت باشی، آلفا، لیدر، معلم، مدرس قربونت برم. و یه رفیق قدیمی. آقا اذیتمون کردن، خیلی خیلی اذیتمون کردن، یعنی همچنان اذیت میکنن. خب دایرکت، حرف و حدیث، فشار، ما هم خب یه ذره حالا تو ورزش اومدیم بالا، ایونت ها رو شلوغ کردیم، یه ذره دارن سنگ میندازن، ولی ما کار رو قراره که ببریم جلو. خیلی هم عالی. کلا این سنگ اندازی ها هست دیگه، ولی به نظرم که خب برای سلامت جامعهمون، برای اینکه حالا مردم یکم شادتر باشن، تو خیلی کار بزرگی رو انجام دادی. شاید اینو خیلیان نگن و حالا اصلا به چشم خیلیان نیاد و فکر کنن حالا صرفا یه ایونتیه که میرن میدوئن و اینا، ولی من خودم به عنوان کسی که از دور میبینم و حالا خیلی از دوستان و اینا شرکت کردن و میدونم، اینه که یه تبادل انرژی خیلی خوب هست توی گروه شما و فوق‌العاده موفق عمل کردی و یه جورایی متاسفانه نمیدونم که چرا باید جلوی این ایونت ها گرفته بشه. آره متاسفانه. ببین پویا، من استارت این داستانه که زدم، اول تمام نیتم برای این بود که افراد سالمند، بچه ها، کسی که سنشون باله، حتی کسایی که پروتز داشتن، یعنی معلولین، واسه اینا برنامه ران شد، اومد جلو، شلوغ شد، ولی خب این پشت صحنه رو کسی نمیبینه، واسه همین خیلی گیر بازار شد. دقیقاً درست میگی. امیدوارم که درست شه. به نظرت یه سوالی ازت دارم، به نظرت این که انقدر این تعداد ایونت ها زیاد شده، ماشاءالله همه بچه ها الان دیگه دارن ایونت میذارن، خوبه یا خوب نیست؟ من از خدامه. آره درسته، خیلی خوشحالم، ولی فکر میکنم یه فرمت منفی هم داره دیگه. خیلی این ایونت محور بودن زیاد شده و بعضی موقع نمیدونیم که بچه ها یعنی با چه ذهنیتی این ایونت رو میذارن و صرفا این که ما بریم با یه گروهی بدویم و این که ندونیم که اونجا داره چه اتفاقایی میفته، قراره به کجا برسیم و اینها، شاید قشنگ نباشه. ولی خب من هم با این حرکته که به این سمتیه که همه دارن ورزش میکنن، همه دارن ایونت میذارن، خیلی موافقم، ولی باید ببینیم که اون پشت صحنه چیه، اون آدمه کیه که داره ایونتو میذاره و از کجا شروع کرده دقیقاً. و چرا باید بریم ایونت این آدمه. اینم خیلی مهمه. من در راسته صحبتت بگم که اولا که خیلی خوشحالم از این که بچه‌ها تقسیم شدن و دارن این کارو میبرن جلو، چون خیلی مربوط به صحبتمونه. سلامت ورزش رو ما داریم گسترش میدیم. حالا این چه زیر مجموعه من باشن، چه رفیقای من باشن، هرچی بیشتر باشن من خوشحالترم. یعنی واقعا از تمام وجود دارم میگم. درست. من اصلا آدم حسودی نیستم، تو ورزش یه جایگاهی دارم که اصلا نمیتونم به کسی حسادت کنم و درونیه دیگه، ذاتم اینطوریه. درسته. و اینکه هرچی این ورزش خودم که کراسفیت، فیتنس، فانکشنال، هرچی این ورزشی دویدنه بیشتر بشه، بزرگتر بشه، بهتر. آره دقیقاً. خوشحالم. این ایونت ها خیلی نکته مثبتی برای جامعه داره واقعا. خدا رو شکر. اگه متوجه حرف تو بشم پویا، واقعا قدردان من میشن. ولی خب دیگه یکی میاد کلیت کارو میبینه، میگه چرا عرفان داره مثلا 100 تا دختر رو با 100 تا پسر جمع میکنه پیش هم، نمیگن که مثلا سلامت دقیقاً جامعه است، ورزش دویدن، یه ایونت جمعه، همه باحال، پر انرژی، خیلی. صبح انرژی زمین بالاست،
عرفان تموم میشه بعد ایونت، من تا شب جمعه خسته لهم، همه انرژیمو میذارم واسه مردم شهرم، هر کی که بیاد. ولی خب دیگه این قسمت خوشگلش رو کسی نمیبینه. دقیقاً. همه میگن که اون سختی ها رو نمیبینن، فقط اون عکسای تهش رو میبینن. دقیقاً هم. سلام خیلی مخلصی. اون سخت صحبت کنه. آره بتمن خیلی معروفم هست. به به. ارتباط گرفت. دقیقاً. گفت یه ایونت هم با من بذاری. یه ایونت هم با بتمن بذاری. بتمن جان میخوای بیای پایین؟ خب یه بحث دیگه که وجود داره، فکر کنم این ایونت ها بیشتر بچه‌هایی که این ایونت ها رو برگزار میکنن یه جورایی با تو مرتبط بودن و میدونم که یا کسایی بودن که پیش شما ورزش حالا صرفا کراسفیت رو شروع کرده بودن و حالا یه جورایی میشه گفت شاگردات بودن که راه تو بودن دیگه. آره دقیقاً. فکر کنم همشون الان یه جورایی اینجوری، البته بیشترشون، همشون که نباید بگی. آره بیشترشون. من همیشه توی این قسمتی که صحبت کردی پویا میگم من کاری نکردم، من دستامو گذاشتم پشت کمرشون، هولشون دادم. تلاش خودشون بوده، دمشون گرم، با عرضه بودن، تلاش خودشون بوده. ولی یه قسمت از ورزش خودمون که کراسفیت حالا داخلش ورود نمیزنیم، آره بر عهده من بوده، من آموزش دادم بهشون و خیلی هم همه جا شنیدم که خیلی قدردانن و همه جا اسم من هست و میگن و خب بعضیا یه ذره یادشون میره. ولی نه بچه‌ها خدا رو شکر، خدا رو شکر، دم همشون گرم و خیلی هم همشون دارن خوب کار میکنن. یکم از این فضای فاصله بگیریم، ببینیم که الان خودت چی کار میکنی، تمرینا به چه شکله، مسابقه. میدونم که حالا یه قسمتیش هم بگو که حالا با هم یکم راجع به اونم صحبت کنیم و یکم راجع به اونم بچه‌ها اطلاع داشته باشن. خب من الان فعالیتم تو باکس رپتور، باکس حرفه‌ای رپتور که خب نفر اول آسیا، نفر اول ایران و افتخار ما مرتضی صداقت. باعث افتخارش که با افتخار خود من همیشه میخوام مرتضی رو معرفی کنم، میگم خود پیج کراسفیت گیمز 2-3 تا پست خیلی مهم از مرتضی گذاشته و همیشه به خودش میگم تو باید مجسمت تو این شهر میساخته. بله. انقدر دوستش دارم. و اینکه من 6 سال کنار مرتضی رو کار میکنم، با هم رفیق قدیمیم و همکاریم، خیلی نزدیکیم و خیلی هم پیشنهاد کاری همه جا داشتم. همه جا، همین الانم دارم، ولی ترجیح میدم که پیش مرتضی باشم. حالت بهتره؟ خیلی حالم خوبه. اونجا داریم تمرین میکنیم، هر روز 2 پارت تمرین دارم پویا. یه پارت هوازی کاردیوه، یه پارت کراسفیت که خود مرتضی زحمتشو میکشی، اسانس قهرمانی داریم، 3 ساعت تمرین داریم و در کل خوبه. به محمد امروز میگفتم بره جلو تا مسابقه و ما همینطوری سلامت بریم جلو، ایشالله کارو در میاریم ایشالله. آره. حالا اینم به بچه‌ها بگیم که فکر کنم خیلی شاید یه اطلاع کمتری داشته باشن که امسال شما ملی پوش فانکشنال فیتنس هم شدی و با افتخار حالا به نه اینکه بگم تیم ما، تیمی که من هم توش هستم اضافه شدین شما و خیلی برای خود ما باعث افتخار بود. انرژی مثبت تو، اون دیسیپلین کاری تو و اون پشت کاری که داری مطمئنم باعث میشه که هم برای خودت هم بعداً به بچهای دیگه بتونیم کمک کنیم که هم خودت کمک کنی، هم یه دید وسیع‌تری نسبت به این دنیای جدیدی که وارد شدی به بقیه بدی. به نظرم که راجع به اینم یکم صحبت کنی 100% همینه، خیلی جالب باشه. و اینکه اولا که خیلی خوشحالم وارد این خانواده حرفه‌ای شدم و ملی پوش بودن صرفا این نیست که حالا بالای پیجت بزنی ملی پوش و اینا، خیلی اونم بک‌گراند داره و آدمایی که تو این سبک هستن من دلی دوستشون دارم. خودت سلامت بشی، عادل رحیمیان بگیر برو تا آخر، بچه‌ها و اون جمعی هم که برای تیم ملی دورم جمع شده بودیم، من حالم خوب بود. بله. یعنی همه بچه‌ها انرژیاشون بالاست، خود اتلیتای تیم
و اینکه یه چیزی که میخواستم درباره‌اش صحبت کنم، من یه انتقادی داشتم درباره فیتنس فانکشنال. اون روز میخواستم تو جلسه‌ام درباره‌اش حرف بزنم، نشد. آره دیدم یه ذره جو سنگینه. بله. گفتم شاید مثلا یه نفر باشه تو اون جمع که خوشش نیاد و حالا یه گاردی رو ما بگیره. منم دفعه اولم بود اینا. الان بهتره. حالا الان خیلی راحت میتونم آره بگم. راحت. من با خود امید صحبت میکردم هر سال. خب فکر کنم سال اول بود توی، اگه اشتباه کردم بهم بگو، که من و عادل ورود زدیم به عنوان اجرایی استان تهران که همون آقای کاشانی بود و تیم تشکیل شد و شروع شد رفت جلو این سیستم تا اینکه حالا مسابقات و اینا، خب واسه همه ورزشکارا مسابقه اولویت دیگه. اونا دیگه هیچی نمیبینن، میگن مسابقه بزنیم. بعد مسابقه انجام نشد، لاین بچهای ایران خالی موند. چند تا استوری دیدم، پست دیدم که حالا 1000 تا بحث داریم دربارش که انجام میدیم و مردم رو روشن کنیم دربارش. چون خیلی از بچه‌ها هستن که به من گفتن که مثلا نکن، نرو، اینطوریه. من حالا میخواستم اینجا صحبت کنم. چیزی که با خودت بسته بودم و صحبت کرده بودن اینه که بچه‌ها واقعا نمیدونن چی گذشت. یعنی از زمانی که پاس رو تحویل میدن اونا دیگه میرن تمرین میکنن. بله. نمیدونن این چه پروسه‌ای داره طی میشه، بشه نشه. سفارت بالا داره، پایین داره، خرج داره. نشد، یه سال 2 سال نشد که من به خود آقای آزادیان گفتم آقا واقعا این تیم ظرفیت اینو داره که واسه هر ورزشکار بیاد انقدر هزینه کنه که برن نروژ؟ سوالی که من ازش پرسیدم. گفت من اسپانسر خوب گرفتم و این کار انجام میدم. که اون سالم من حالا نشد، قسمت نشد ورود بزنم، که حالا این سالی که الان توشیم سال خوبی هم هست، 100% کار انجام بدیم، ببریم جلو، یه اطمینانی به ورزشکارا بدیم که آقا این اتفاق افتاد، تیم ملی فیتنس فانکشنال مسابقه اولو زد، خیال ورزشکار راحت شه. من همیشه میگم ورزشکار باید راحت سرش بذاره رو بالش، حالا چه برون مرزیه چه داخلیه، باید خیالش راحت شه. هتلش بدونه هست، تاریخ پروازشو بدونه کی بازی داره، بدونه چند تا پارت چه روزی قراره بزنه. می‌بینی اینا همش روتین باید داشته باشه. درسته. سواله. و اینکه این انتقادی که من می‌خواستم از فیتنس بکنم این بود که چرا این 2 سال نشد، که جوابشو گرفتم از خودت. درسته. خیلی هم صاف و ساده و منطقی گفتی که آقا این پروسه طی شد و بلاک شد، یه جا جلوشو گرفتن، نشد. خیلی هم طبیعیه، همه ورزشکارا خود صداقت 3 سال میخواد بره گیمز بزنه، نمیشه. بنده های خدا خیلی پشت سد ویزا موندن، خیلی از ورزشکارامون، نه صرفا توی خانم زنبق. بله. حتی اون اکسسوریاش توی آمریکا درسته گذاشته بودن. چقدر صحنه تلخی هم خیلی تلخه. یه چیزی که میدونی من به نظرم یه پروسه‌ایه که از ورزشکار بودن توی ایران، مخصوصا ورزش‌های غیر المپیکی، ما باید قبول کنیم که هست و ما دوچار این موضوع هستیم و از اول مسیر بدونیم که اینجوری. در تکمیل صحبتات که حالا با هم داشتیم، من اگه بخوام کاملش کنم این بودش که واقعا همه ما، مخصوصا من به عنوان یه پل ارتباطی بین ورزشکارها و حالا کادر اجرایی و هیئت رئیسه فانکشنال فیتنس و تیم فنی که بودم دیگه، این وسط مونده بودم. فشاری که روی خود شخص من بود شاید خیلی بیشتر از خود ورزشکارا بود. چرا؟ اینو هیچ جایی نگفتم ولی الان که داریم صحبت میکنیم میخوام بگم چرا. چون ورزشکار یه سری حرفا رو نمیتونست به مثلا مدیرهای رده بالا بزنه به هر دلیلی. میومد به من میگفت و فکر میکرد که دست منه و من هم اینو انتقال وقتی میدادم به مدیران بنده خدا مقصر اونها هم نبودن. اونها میگفتن خب شما که داری میبینی اینا رو انتقال بده، ولی این وسط نه ورزشکار میتونست اون حال رو درک کنه، فکر میکرد که ما کم گذاشتیم. اون مدیرم فکر میکرد که ورزشکار چرا این حرفا رو داره میزنه، از جای دیگه‌ای داره تغذیه میشه یا یه بحثای دیگه. ولی واقعا طبق توضیحی که حالا بهت دادم و مستنداتی که ما به همه دوستان هم نشون دادیم، آقا ما اصلا تا لحظه آخر تلاش خودمون رو کردیم.
دیگه سفارت نروژ ویزا نداد بهمون. واقعا اسپانسر بچه‌ها بود، همه کارها شده بود، تمریناتشون بود، ما اردو بچه‌ها رو بردیم. حالا خوب یا بد، من میگم یه چیزی که حرکت میکنه اولش قرار نیست به ایدئال ترین شکل برسه، اولش یواش یواش پیشرفت میکنه. ما سال بعد سال قبل حتما یه سری کمبودها و کاستی ها بوده. امسال سعی داریم که اون کمبودها و کاستی ها نباشه، سال بعد بهتر میشه. و همه هم این سیستم هم واقعا ورزشکارها بودن و اینکه بتونیم به یه جایگاه درست برسیم. ولی خیلی از بیرون اینو نمیبینن، مقایسه میکنن به یه سری مسابقه آزادی که خود ورزشکار میره مسابقه میده، هیچ دغدغه‌ای هم نداره. ولی این بر واقعا متفاوته. قضیه آخرش برمیگرده مثل همون ایونت هایی که خیلی بعضن جلوش رو میگیرن، خیلی جاها هم جلوی اجرای خیلی از کارا رو میگیرن و ما واقعا دلیلش رو نمیدونیم. هر دلیلی که داره حتما دلیل قانع کننده ایه که ما ازش خبر نداریم. آره واقعا این به این شکل بوده و امیدوارم بچه‌ها اینو ببینن و امیدوارم که امسال بریم با یه نتیجه خوبی که در حد و اندازه خودمون باشه برگردیم که ورزشکارها بدونن که آقا این سیستم واقعا خوب داره پیش میره و یه نتیجه‌ای داره. حق میدم بهت و به هر کسی هم که این فکر رو داشته واقعا باید حق داد. درسته ورزشکارها درست میگن. آره حرکت کنه تمومه. ایشالله قطار حرکت. عرفان یه موضوعیتی که وجود داره، میخوام راجع به این کامیونیتی که ما توش هستیم، خیلی ها فکر میکنن ماها صرفا هممون داریم کراسفیت میکنیم و اون کراسفیته به معنی دویدنه، حالا ماسل آپ زدنه، رینگ زدنه، وزنه زدنه و همه ایناست. ولی من میگم که به نظر تو صرفا فقط یه کراسفیت به معنی اینه یا فیتنس از نظر تو اصلا یعنی چی؟ اجازه دارم؟ حتما. بعد 8 سال آموزش تو این رشته، من سال 95 توی یه باشگاه شروع کردم کراسفیت آموزش دادن تا به امروز. سرتو درد نیارم، از امروز بگیر برو تا یه ماه 2 ماه عقب‌تر هر روز دارم در مورد این با تیمم حرف میزنم. درست. همین سوالی که پرسیدی و موزل ما همه ورزشکارا الان همینه. چرا که خورد میشم توش. خیلی از بچه‌ها دارن اوورترین میشن، دارن تمرین زده میشن. خیلی درست. از بچه‌ها دارن آسیب میبینن، دیسکش میزنه بیرون، دیسکش پاره میشه. انتقاد هم بر همه به این وارده که آقا دقیقاً که آقا کراسفیت از همه ایران، یعنی من یوزر زیاد دارم دیگه، شما هم داری. درست. کراسفیت آقا آسیب زاستا فلان، میترسیم نه زانومون فلان، بابا کی گفته فلان. می‌بینی این داستانه خب جا افتاده تو ایران. چرا؟ چون معنی فیتنس و کراسفیتو هنوز بچهای ما درک نکردن. و حالا مثلا شما مدرس، من مدرس، باید بیایم توی کلونی خیلی بزرگ انقدر اینو پخش کنیم، دربارش حرف بزنیم که تازه جا بندازیم که آقا لامصب لعنتی درسته واقعا خودت برس. فیتنس شاید خیلی جاست تو صدر جدولش اون انعطافه و اون شنا کردنه و اون اصلاحی زدنه مهم باشه. بله. ما فقط یاد گرفتیم سلام باکس کراسفیت ورکاوت شروع شد، واد بزنیم همه جا واد بزنیم. یعنی الان من و محمد که تیم زافتو میخوایم الان فیتنس فانکشن رو بزنیم به امید موفقیت، هر روز با یه اپ خب خیلی معروف، حالا کاری واسم به اون ندارم، نیم ساعت با کش و فوم رول و موبیلیتی استابیلیتی به زور شده محمد رو میارم میگم بزنیم. توپای اینکه تریگر پوینت باز میکنه و اینا همش داریم چیه آویزون میشیم میکشیم. تازه فهمیدیم چیه. میتونم بیشتر حرف بزنم؟ آره راحت باشه حتما. من هرچی بیشتر برون مرزی میزنم بیشتر روشن میشم، یعنی مغزم بیشتر باز میشه. انگار که مثلا تا اون مسابقه آخریه هیچی بلد نبودم. به جز تایم خواب همه ورزشکارا، من و بقیه ورزشکارای روس، آمریکایی، سرب، مصری فلان همه داشتیم با هم زندگی میکردیم. 3 روز غذاخوری با هم بودیم، پشت داشتیم با هم گرم میکردیم، تو زمین مسابقه با هم بودیم، همش همدیگه رو میدیدیم. من خیلی دقت میکنم به ورزشکارای خفن
اونایی که دارن گیمز میزنن. هی میرم تو بحرش میبینم چیکار میکنم. آقا اینا همشون یه دونه مت خیلی تمیز پهن میکردن، هندزفری میکشیدن، 20 دقیقه کشش قبل مسابقه، قبل بازی، بعد بازی میرفت قشنگ بعد مسابقه دوچرخه‌ش میزد، نیم ساعت ضربانو میوخت. اصلا همه چی تمیز بود. من سر مسابقه ویت لیفتینگ هم یه وانارم داشتیم، گرم نکردم، اسممو خون رفتم یه 150 زدم. اون 150 معروف. آره بدنمون هم کالیبره شده با این سیستم. درسته. میریم میزنیم. آره. اینجوری عادتش داریم. ولی سیستم غلطه. من همیشه به همه بچه‌هام میگم، آقا به همه ورزشکارا هم میگم، از یکی ایران گرفته تا نفر آخر، هر کی رو میبینم بهش میگم من به عنوان مدرس این رشته و کسی که علمشو دارم میگم آقا تو 18 سالگی شروع میکنی مسابقه دادن، باید تا مستر 45 تو زمین مسابقه بمونی. درسته. این عمر ورزشی مهمه. پویا تو 2 سال تو اوج باشی به چه درد میخوره؟ همین الان مت فریزر رو همه یادشون رفت. تو اگه بری کنار دیگه رفتی کنار. خب من که بزنی تو بیزینس و فلان اینا. من میگم این دراز مدت نیاز داره به اون فیتنسه. 10 تا فاکتور باید با هم رشد کنه. خب این که من فقط وزنه برداری کنم وات بزنم واقعا به درد نمیخوره. درسته. یه جا خیرمو میگیره، میگه تو انعطاف کتف نداری، موبیلیتی فلان نداری، اینجا تو اوورهد مثلا آسیب. واسه همین 100% با سیستممون مخالفم. ما هنوز ورزشکاره الیت داریم در سطح خیلی بالا که همه مدعی قهرمانی هم و هنوز شنا بلد نیستن. هنوز نمیتونن یه مثلا 200 متر شنا کنن. شنا هم جزو حرکات اصلاحی حساب میشه. تو میری آسیبت کم میشه. همش نقطه ضعف تو ورزش ما. خب میدونی چون الان منیت زیاد شده، من خوبم، من وادو خوب میزنم. یادشون میره که آقا این مسیر سلامتیه. اصلا تو باید سلامت بری جلو، وگرنه بری جلو 5 سال تو اوج باشی آسیب ببینی تمومه. دقیقاً. تمام. اتفاقی که فکر کنم برای خیلی از ورزشکارا افتاده. الان برنامه ما رو ببینن خیلیا به خودشون میگیرن. آره. خیلیا. ولی حرف حقه. من به خودشونم میگم آقا خوب کار نکردی. من همیشه میگم ایرانی جماعت اول دارو، تمرین، تغذیه، ریکاوری. آخر سر اون چیزی که باید اول باشه. اول باشه. جای دیگه دارو میاد ته، بالا میشه ریکاوری، تمرین فلان، همش ریکاوری هست. یارو استراحت مطلق میده یه روز به خودش. بچه‌های ما نه عقب میافت. ریچ میافتم عقب. اصلا اون اووریوز عضلانی توی بچهای کراسفیت و حالا حوزه این رشته ها خیلی زیاده. خیلی. من واقعا بچه‌ها میدم که مثلا با خیلی خوب صحبت میکنیم، مثلا صحبت که میکردیم طرف میگفتم بند انگشتام درد میکنه. زیاد دیدم. خب میگفت شب نمیتونم بخوابم. خب دیدم. آقا به عنوان یه ورزشکار حرفه‌ای که الان هم داریم مسابقه میدی، الان من ورزشکار باشم بند انگشتام هر شب، حالا میگیم اوکی یه شب 2 شب 3 شب اوکی عادیه، بعضی موقع به خاطر بعضی از تمرینا اینو قبول میکن. آقا ولی وقتی تو به این حالت رسیدی یعنی تو سلامت نیستی دیگه. یعنی اینکه تو اوکی نیستی، بدنت داره آلارم میده بهت. دقیقاً همینه. خب پس چه فایده ای داره؟ چرا روندو تغییر نمیدی؟ چرا میخوای رو اون حالت خودت بمونی و بگی منم؟ فکر میکنن رو اون دردم فشار بیاد خوب میشه. دقیقاً. اصلا طرز فکر عجیب شده. من هر چی برای خودم میپسندم برای بقیه میپسندم. من هر موقع یه حرفی میزنم یعنی خودم اونو دارم رعایت میکنم. پویا اینطوری نیست که یه چیز بگم خودم هم اون نباشم. این خب یه ذره دور از عقله. 8 سال پیش که من استارت این رشته رو زدم تو تمام مسابقات بودم. از سالگرد راسپینا و آماده باش و آمادگی نبرد و مسابقه کی شروع شد و 40 تا داخل همه رو بودی. درسته. همه رو زدیم. 8 سال دارم مسابقه میدم. بعد 8 سال که الان 32 سالمه دارم میرم الیت برون مرزی میزنم. پس تونستم 10 سال بدنم رو توی زمین مسابقه کراسفیت نگه دارم با سلامت. این چیه؟ رفتم خوندم، رفتم دیدم، تجربه کردم، فهمیدم که باید عضله‌مو بکشم، بهش استراحت بدم، حتما فیزیوتراپی لازم دارم. ریکی گارارد 5 تا اول دنیا همه پستاش تو فیزیوتراپی داره یه چیز تکون میده.
دیگه درسته. طرف خفنه دیگه. یا مثلا ما بچه‌ها مثلا فیزیوتراپی نمیدونن چیه، اصلا برم فیزیوتراپی اعتقاد برق نیست، بزنه، فکر می‌کنن سوزن. اون آسیب است، فقط برای آسیب باید برن فیزیوتراپی. فقط یعنی ریکاوریش اصلا نادیده میگیرن. اینم به خاطر عدم مطالعه است دیگه. یه جایی هم دقیقاً. میگم آقا ماها الان شما همه کسایی که توی اون حوزه دارن فعالیت میکنن، از ورزشکار خوبش بگیر، ما الان کلی هم اینفلوئنسر داریم توی حوزه اینا، خیلی ها دارن خوب کار میکنن، خیلی هم صرفا یه چیزی رو دارن کپی میکنن. اما میگم آقا ماها هممون یه رسالتی داریم به عنوان اون کسایی که حالا داریم توی این رشته فعالیتی میکنیم. اون رسالته همین صحبت هاست که شما الان داری انجام میدی. اون رسالته اینه که آقا یاد بدی به بقیه که آقا این مسیر اگه داری میری مسیر اشتباهی. جدا از اینا عرفان، من میدونید خیلی به نظرم ما در آینده به چه مشکلی میخوریم. اینه که مشکل اصلیمون ورزشکارای حرفه‌ای نیستن، ورزشکارای آماتوری هن که میان تو باکسای حالا فانکشنال فیتنس، کراس فیت اینا. یعنی طرف نمیخواد آقا مسابقه بده. خیلی آره دیدی ما 80% کلاینت ها همینن بله. دیگه. نمیخواد مسابقه بده. من خدا شاهده میتونم الان اینجا اصلا بگم، ما توی کرج یکی از آشناهامون رو فرستادیم پیش یه مربی که توی اون محیط و توی اون باشگاه تقریبا مشخص و حالا میشه گفت شاخص بود اون طرف. باورت میشه عرفان اگه بهت بگم یه آدم 120 کیلویی و جلسه دوم بهش گفته بود باید هندستند بزنی، برده بودش تو فرم آموزش جلسه دوم. شاید بالای 1 میلیون بار من اتفاق دیدم، چون دیگه کارم الان مربیگریه و بالای 1000 تا یوزر میان میرن. خیلی زیاد شده اصلا اینه که این ترسناکه ها. خیلی جلسه اول دوم همین چیزی که گفتی واسه خیلیا، بیشترم خانوما میرن پیش یه مربی که بهش اطمینان میکنن، جلسه دوم هندستان بزن. طرف توان نداره، میره آرنج کتف، بعد چی میشه؟ میان میگن این رشته کراسفیت آسیب اینطوریه، کلش فانکشنال آسیب. اینطوری شد، میره یه ورزش دیگه. میدونی تو اون ما بالاخره یه کامیونیتی خودمون داریم، یه کامیونیتی هم کل کامیونیتی ورزشه دیگه. من خیلی جاها که میرم میگم آقا ما داریم این سیستم ها رو کار میکنیم، میگن خیلی آسیب زده به درد نمیخوره. طرفم میره 2 تا مقاله میخونه از این طرف اون طرف، یه مقاله‌ای که حالا معتبرم نیست، ببینی که آره مثلا اونا هم این حرفو تصدیق کردن و میگه نه بابا اینا الکی دارن. نمیدونم یه چند وقت پیش یه ویدیویی حتما دیدی وایرال شده بود، یه مدرسی اون بالا بود میگفت اینا چکش میزنن. خب وقتی ببین یه مدرسی که به اون سطح و لول رسیده راجع به این صحبت میکنه و میگه صرفا اون ورزشه چی بود که فقط چکش میزدن، وقتی شما اون ذهنیت رو داری چجوری میخوایم مردم عادی رو ما درستشون کنیم؟ ببین 2 تا نکته، یکی این که همه آدما توی جای نادرستی هستن، تو جایگاه خودشون نیستن. 2 این که مثل این که من و تو بیایم صخره‌نوردی رو آموزش بدیم، دربارش حرف بزنیم یا اصلا انتقاد کنیم این صخره‌نوردی چی اصلا به درد اصلا نمیخوره. من نمیفهمم اون رشته رو، واسه چی دربارش حرف بزنم؟ آره آقا اصلا من توی اون سیستم نبودم. خودت هم میدونی، من اینو خودم هم گفتم، خیلی از بچه‌ها هم گفتن آقا اصلا ما ما موومنتی برای چکش زدن اصلا نداریم. میشه یه سری تمرینات HIIT باش طراحی کرد که صرفا قشنگ باشه. من خب گیمز کراسفیت رو حفظم، انقدر فیلماش از سال 2008 تا سال 2020 دیگه همه رو دونه 100 بار دیدم. یه سال فقط یه چیزی بود راجع به پتک زدن. اتفاقا یه پادکست خیلی باحال اگه موافق باشی بعدها با سری دوستان عزیزمون بسازیم برای همین داستان. آره بیایم یه تحلیل باحال بکنیم از سال 2008 که کراسفیت حالا حرفه‌ای مسابقاتش استارت خورد با جیسون خلیفه و ریچ و اینا تا به جلو. یه سال اون پودکست گذاشت. درسته. اونم چی؟ دیو کاسترو عاشق این بود که میگفت ورزشکارانی که فیتنسشون بالاه و کراسفیترن باید منتظر غیر منتظره ها باشن. پس من یه چکش میارم، یه غلطک آهنی میذارم اونجا، آقا اینجا بزن برسون اونجا. درسته. بعد مثلا جاش بریج میرفت ور میداشت میزد. درست. اون میخواست ورزشکار رو نشون بده بگه این آماده است، این فیت ترین مرد دنیا و زن دنیاست. ولی اون مدرسه چیه؟
چکش زد. آره بدبخت شدیم. میگفت آره. انگشتاش فلان. اصلا خیلی عجیب غریب بود. اینم میدونی ما یه مشکلی که وجود داره فکر میکنم مردم از فیتنس اینو دوست دارن که بری اون بالا رو استیج وایسی و فقط اسم فیتنس رو به اون میدونن، صرفا یه شیپ بدنی که تو خیلی از حالا صفحه های اجتماعی دیدن، خیلی جاها دیدن و فکر میکنم فیتنس واقعا معنی واقعیشون بدن خوب است. من خودم به این زیاد فکر نکرده بودم، راست میگی. ولی واقعا به نظرم این نیست. نمیگم بدن خوب بده ها، من اصلا این حرفو نمیزنم، خیلی هم زحمت میکشن برای رسیدن به اون. ولی میگم خب باید وقتی از فیتنس حرف میزنیم یعنی چی؟ یعنی تو علاوه بر اینکه اون بدن خوب رو داری، بیای بتونی شنا کنی، بتونی وزنه بزنی، خوب تکنیکال وزنه بزنی. اینم هست دیگه که خیلی از مردم ما فکر میکنن صرفا اون شیپ هست. فیتنس خالی با فیتنس فانکشنال فرق داره. آره فیتنس خالی به نظرم آره دیگه فکر کنم بشه همون بدنه. توی فرمت مسابقه دادن. فرمت مسابقه. اگه بخوایم از قبل راجبش صحبت کنیم، نه مسابقات فیتنس هم تو دنیا اینجوری نیست که صرفا بری بالا. یعنی یه کانسپت های دیگه هم بوده که اوکی یه قسمتیش هم فیگور میگرفتن، یه قسمتیش روینگ میکشیدن. قدیما اینی که دارم بهت میگم شاید برای سال 2001 2002 که یکی دو دوره برگزار شد. اونا هم اومدن به این رسیدن که آقا معنی فیتنس چیه؟ خب اینی که علاوه بر این که شما یه شیپ بدنی خوبی داری، میای مثلا روینگ رو خوب میکشی، خوب پول آپ میزنی، مثلا خوب پوش آپ میزنی، یه سری کارهای اینجوری بود که بعدن فکر میکنم کراسفیت به این یه سر و شکل خیلی قشنگتر و ایدئال تری داد دیگه. به نظر من هیچ موقع بی احترامی به هیچ رشته‌ای نمی‌کنم، چون به قول خودت همشون قابل احترامن و خیلی زحمت میکشن. ولی به نظر من الان جامعه ورزش تو کل دنیا خیلی به سمت فیت شدن رفته. دقیقاً. دیگه از اون بدنای ماسکولار خیلی درشت و اینا در اومده و کسی هم دیگه زیاد طرفدارش نیست. من خیلی میشنوم که آقا بدن فیت قشنگه. دقیقاً. مثلا همین یه ذره این مسیره داره پررنگ‌تر میشه. سلامت‌تر هم هست. سلامت‌تره. یعنی تو نیازی نیست الان مثلا، چون من خودم به عنوان کسی که عضوم حتی نبودم، من یکی دو تا مسابقه خیلی کوچیک در سطح تهرانم نه حالا شمال غرب و اینا توی حوزه شکسته بندی می‌فرمایید اذیت بودن توی حوزه بادی بیلدینگ و اینا هم دادم قبلا، توش بودم و واقعا یه کمی خیلی کم با اون زجر آشنام. آبو قطع کن خب اینا خود آسیبه دیگه. بخوایم در فاز کلیت ببینیم واقعا خود آسیبه و به نظر من خیلی قشنگ‌تره که بریم به سمت و سوی اون تناسب اندام اصلی، اون فیتنس اصلی. و به نظرم یه کسایی مثلا مثل شما که مردم میبینن، من همیشه اینو میگم، شما ویترین قشنگی داری، داخل اون ویترینه یه عملکرد خیلی خوبی هم داری. اینو باید ببینن، این باید بشه مقیاس یه بدن خوب. یعنی هم زیبایی رو داشته باشه، هم اون عملکرد خوب رو. به نظرم تو همه اگر بتونیم به این سمت و سو مردم رو پیش ببریم خیلی خوبه. مثلا شما همین ایونت هایی که میذاری به این سمت و سو بود دیگه. اگه اشتباه میگم حالا اصلاح کن، ولی فرمت این بودش که آقا 5 کیلومتر میدویدین، یه سری تمرینات بادی ویت میکردین. دقیقاً همین رو میخواستی جا بندازی به نظرم. ببین اونجا هم ورزشکار خیلی ماسکولار میومد 2 کیلومتر اول راه میرفت، شاید یه خانوم مثلا ازش میزد جلو، درست. اونجا به خودش میگفت من 5 تا نمیتونم بدوم، این چه فاکتوریه که من ندارم، چرا آماده نیستم. خیلی بدنش هم قشنگ بود. پس اون پرفورمنس، اون راندمانه خیلی مهمه. همیشه یه بدن هنرمند خیلی از یه بدن ماسکولار تمیزتر و همچین خوشگل‌تره، همه جا هم قابل ستایشه و تو دیده. این همیشه حالا یه طرف قضیه. و یه چیز دیگه پویا، من توی دانشگاه خیلی عاشق دوپینگ بودم و دوپینگ میخوندم. چقدر با هم حرف زدیم. حالا اونو میاریم تو برنامه. طوری که استاد چیزی میگفت من گفتم استاد واقعا داری اشتباه میکنی، ببخشید ولی اینجا اینطوری.
میگفت تو دیگه خیلی دیگه اینطوری خیلی درگیرش بودم. شاید مثلا 5 سال صبح تا شب میخوندم دوپینگو که به یه دوست داشتم، عاشقش بودم، به یه چیزی برسم که بدونم مثلا فرق اون روسه، اون نفر اول مثلا آمریکا تو هر ورزشی، تو کشتی، تو وزنه‌برداری چیه با ایرانیه که مثلا 7-8 دقیقه فاصله است. بعد حالا از داستان خودمون دور نشیم، تمام بچه‌هایی که میخوان دوپینگ کنن، دارو استفاده کنن، مکمل بخورن، من اولین چیزی که بهشون میگم چیه؟ میگم تو کراسفیت میکنی، فیتنس کاری، فانکشنال داری کار میکنی، این آسیبه واسه تو کمتره. دقیقاً. باز برمیگردیم به سلامت ورزشمون. تو 5 تا میدوی، 1 کیلومتر شنا میکنی، جمعه میری کوه، تو ورزشت هم 5 کا روینگ، 5 کا بایک، تناب میزنی، خب این آسیبو کم میکنه، آسیب دارو رو منظورمه. و اینکه هرچی هم باشه همیشه دکتر پژمان معتمدی، خیلی هم دلم براش تنگ شده، استاد منم بوده. استاد منم بوده تو دانشگاه، تو همه جا استاد من بوده. آره همیشه ازش دارویی میپرسیدم. گفتم دکتر مثلا استرانازول، پریمابولان، پرپیونات بخوام بزنم، میگه عرفان تو این دارو رو توی کراسفیت بزن، توی بدنسازی هم بزن، هر کدوم یه جوری یه کاری میکنه. این همیشه ذهن منو درباره ورزش کاردیو اینا عوض میکرد که چقدر خوبه. دقیقاً. از اون اول. و این سلامت ورزش ما و همین دویدن این ایونت ها، من دارم جا میندازم که آقا تو رو خدا اگه زیبایی هم برات مهمه، کنارش به قلبت هم برس، بذار این پمپاژ خون کنه، این عضله قویه، بذار کار کنه، همش نرو اینطوری آدم آهنی بزن بیا بیرون. آقا اصلا من یه چیزی میگم صرفا نمیگیم که آقا تو ورزش ماها به این میرسینا. یه تنیسور میتونه بیاد خوب بدوه، خوب تنیس کنه، بره شنا هم بکنه، اوکیه. یعنی صرفا نمیخوام بگم این مهمه. آقا یه کسی که زومبا هم کار میکنه میتونه این ویژگی‌ها رو در حد و اندازه خودش داشته باشه. دقیقا. و واقعا درود به شرفت که اینه. مثلا واقعا من دوست دارم که این جا بیفته. اصلا هدفمون از همین برنامه اینه که حالا ورزشکارهای رشته مختلف هم هستن دیگه، برسن به این آقا سلامت‌تر. من که دارم این حرفا رو میزنم یه اتلیت خیلی قدرتی بودم ولی عاشق این مسیرم، چون میدونم درستش هم. دقیقاً درسته. نمیام بگم من قدرتیم 250 کیلو لیفت میکشم، نه منم دیگه وانارم نمیزنم. درسته. دیدم دنیا داره میره به طرف سلامت‌تر، قلب و عروق‌تر. چند وقت پیش با هم حرف می‌زدیم راجع به کراسفیت، میگفتی که ارفان اینطوری میشه، منم میگفتم حالا اینطوری شد. دقیقاً. امسال که دیگه شدید اینطوری شد خیلی. حالا من فکر می‌کنم سالهای آینده خیلی بیشتر میشه، شدیدتر میشه. آره امسال که همه رو سورپرایز کردم و برای ورودی آمریکا مسابقات جهانی گیمز یه ورکاوتی گذاشتن که 150 تا فقط توش برپی باکس جامپ داشت. خیلی عجیب. قلب خیلی مهمه، ایندورنس بالا. اونجا فهمیدیم که آقا دیگه داره از اون قلب و فرمت خیلی خوبه. خیلی خوبه، قشنگه، واقعا قشنگه. این که مردم رو با این آشنا کنیم خیلی مهمه. جوونا رو من دوست ندارم آقا یه کسی که میره ورزش کنه، حالا یه کسی علاقه داره اصلا ماسکولار بشه، اون اصلا جدا. ولی من میگم آقا تو اگه حتی علاقه داری ماسکولار هم بشی، ماسکولار سلامت بشه. آره من تو متد مربیگری و توی روش آموزشیم اینو اینطوری میبرم جلو. داداش خود من 20 سالشه، عاشق گنده شدن و ماسکولار شدن، همین چیزی که داری میگی، لاین مغزیش اون بره، سن و ساله، عشقشه، فلانه. میام یه کلک مثبت بهش میزنم. کلک مثبت یعنی یه میانبری که به نفعشه و اونم بهش میگم که برای اینکه بدنت کات بیاد بالا، راستش هم گفتم، باید کاردیو بزنی بغل بدنسازی، نزنی چرب میشی. خب اینو تو ذهنش انقدر جا میندازم که چون کاردیو دیگه بالاتره. میفهمم بره بدوه، بره فلان کنه، این تو ذهنش باشه که بتونه یک عمر ورزش کنه. من میخوام به این برسم، ورزش کوتاه مدت نباشه، دلشو نزنه. همون تنوع کاردیو نمیذاره تو خسته شی،
همون عرق ریختنه. بابا اصلا یکی هست میگه من از 2 متنفرم، میاد 5 تا میدوه عاشق ران میشه، میره ماراتون. دقیقاً. آفرین. خیلی دیدم، خیلی زیاد دیدم و به نظرم توی که کسایی بودی که ماراتونر هم بهشون یعنی باید جامعه دونده ها هم از شما یه تشکر ویژه‌ای بکنن. دم شما دارن دیگه. همه ماراتونا رو میرم، خیلی 30 خفنه. کیلومتر میدوام، 15 میدوام. آره همه بهم میگن این سنگین وزن اومد. حالا ماراتونی که خیلی کار قشنگیه و به نظرم واقعا خیلی از بچه‌ها به این سمت و سوی که آقا ما میتونیم بدویم و اینا دیگه چیزی نیستش که بخوایم ازش چشممون رو ببندیمش. واقعا توی این نقش خیلی مهمی داشتی و ما هممون باید از تو ممنون باشیم. من به جای همه اون کسایی که جلوی تو رو گرفتن گفتن آقا این سیستم نباید باشه و حالا اون کسایی که واقعا نمیدونن که تو چقدر، به عنوان یه کسی که خودم هم یه زمانی این کارا رو کردم و الان دیگه شما داری بهترشو با یه سر و شکل قشنگتری انجام میدی، میدونم که خیلی زحمت داره و میدونم که خیلی به سلامت این جامعه کمک کرد. آره خودت جزو کسایی بودی که ایونتو استارت زدی تو این شهر شلوغ و پر از گیر و دار و اون سختیشو بالا پایینشو چشیدی، دیدی چی به چیه. حالا الان یه ذره زیادتر شده، به قول تو سخت‌تر شده، ولی من واقعا وظیفه‌مو دارم انجام میدم و انگار برام یه مسئولیته. واقعا یه جایی به بعد مسئولیت میشه عرفان. آره یه مسئولیته. میگم من پویا بچه قدیمی یه مسئولیتی رو دوشمونه و خودم رو موظف میدونم که یه کاری واسه ورزش شهرم بکنم. درست. و اینو اگه بخوام برم مثلا یه جا توضیح بدم واسه یه آدمی کله گنده، میگه بابا تو چی کاره ای؟ خب جمع کنیم بند و بساطو، تو نمیخواد کاری بکنی. در حالی که من هی دارم با خودم میجنگم که بابا باید من یه قدم بذارم که این داستان راه بیفته. حالا خوردیم به یه سری گیروداری که این فیکس نمیشه با ورزش ما، یعنی جور در نمیاد. هی یه هفته میتونم یه هفته نمیتونم، ولی واقعا گیواب نکه. عقب نشینی نداشتیم ما. سامورایی عقب نشینی. تیم سامورایی تکمیل شده و اتفاقات جالبی هم که افتاد 2 هفته پیش دادستان کل کشور و خانومش اومدن تو ایونت هم دویدن، بادی ویت زدن، با ما اومدن صابونه. خیلی هم ازم تشکر کرد. سیستم اینطوری هم رفت جلو. منم گفتم که تو رو خدا کمک قول مساعدت داد. گفتم جو این بود. من نه سوء پیشینه‌ای دارم نه آدم خلافکاری ام. یه ورزشکار معمولی هم که میخوام 500 نفر آدمو بیارم جمعه صبح بگم آقا 5 کیلومتر بود و قلبتو ردیف کن، روزتو بساز، از انرژی زمین استفاده کن. اگه به خاطر منم میای بیا قشنگ این روزتو بساز. حالا یه سری قول و قرارایی با هم گذاشتیم. چقدر خوب، چقدر خوشحال شدم واقعا. خیلی خوشحال شدم. ان شاءالله که خیر باشه. دم شما گرم در کل بابت این موضوع. مخلصیم. یه موضوع دیگه ای که هست عرفان، نظرت راجع به آموزش چیه؟ آموزشی که یعنی منظورم پرورش مربیاست، نه آموزشی که بچه‌ها حالا دارن تو باشگاه میبینن ها. اون سیستمی که ما مربی پرورش میدیم و میان توی باشگاهامون میشن مربی. میخوام به عنوان یک کسی که حالا توی این حوزه داری خیلی خوب کار میکنی، خیلی شاگرد داری و خیلی شاگردای موفقی داشتی و داری، اون کسایی که صرفا میخوام مربی بشن بگی از کجا شروع کنن. اصلا یه سیستمی وجود داره. اون بحث قانونیش رو هم میخوام بگی از زبون شما. میخوام بشنوم که آقا یه کسایی که میان توی ایران مدرک حالا کراسفیت میگیرن و اینها کجای سیستمن و همه بچه ها براشون روشن بشه. این یه موضوعی که خیلی ازمون پرسیدن و خواستن که یه کسایی مثل شما راجبش صحبت کنی واقعا. خب من از اینجا شروع کنم که ما میگیم که الان یه ورزشکار میخواد مربی شه و شروع کنه یوزر گرفتن. ببین اولین چیزی که تو ذهن من روشن میشه اینه که اگه استاجی هست، اگه کارگاه آموزشی هست، اگه فدراسیون یا دانشگاهی داره مدرک کراسفیت رو اینطوری عرضه میکنه انقدر زیاد بین ورزشکارا،
چند تا مدرسی، با خودم اصلا کاری ندارم، چند تا مدرسی ببره که عملی و تئوری فول روی داستان نظارت داشته باشن و خودش حس کرده باشه چند تا مسابقه رو، خب که بتونه خوب آموزش بده، حالا عملی تئوری. و اینکه الان مدرک خیلی زیاد شده، خیلی، یعنی مثلا یه خانومی میاد با اینقدر مدرک خفن از اسپانیا و ایتالیا و فلان، میگیم خب خوش اومدی، میگه میخوام مربی شم، هندستان که بلد نیستم، کیپینگ نگو، کراسفیت کیپینگ داره مگه، یه اسنچی بزن، نه وزنه برداری که کار نکردیم. دقیقاً چی میگم؟ خب چی بلدی؟ پس ما اینا رو کجا من میگم که این از ریشه باید درست شه. خب حالا چطوری؟ مثلا یکی میخواد مربیگری کنه، آقا یه مربی خیلی خفن گیر بیاره، پویاس، مرتضی، سیناس، عرفان، فلانه، خب اینا مطرحن، هستن، دم دستن، اینترنت هست، سوشال مدیا هست، آشنا، همه با هم دیگه مثل زنجیر وصلیم. پیداش کنه 6 ماه بره کارآموزی، 1 ماه بره بغلش وایسه، میگه آقا به من یاد بده، من میخوام ببینم چطوری آموزش میدی، اصطلاحات و سیستم‌های تمرینی رو، اینو. الان دانشگاه من خودم پستش گذاشتم، علامه طبرسی الان دوره گذاشته، مدرسش من نمیدونم کیه، دانشگاه خودم هم بوده، ولی میدونم که خروجی خوبی نداره. به نظر تو 5 روز مربی میشه کسی با مدرک؟ همون چیزی که من گفتم، بیاد 3 ماه 4 ماه 5 ماه کارآموزی کنه، بره توی باشگاه بگه آقا من اومدم صبح تا شب نگاه کنم، بره تو اون فضا یاد بگیره. این که مثلا بری فقط بخونی، هممون دانشگاه، هممون تحصیل کردیم، هممون مدرک زیاد داریم، به خدا تئوری اصلا کافی نیست. زمانی تئوری کافیه که تو دیگه مثلا مربی یه تیم فوتبال باشی، بخوای ارنج بچینی، ولی تو کراسفیت باید اسنشه رو بدونی از کجا باید بیاره بالا، باید بدونی کجای بار خوش رو بکشه عقب. درست. و متاسفانه حتی یه ایر اسکوات معمولی رو الان کسایی که دارن تدریس میکنن روش مسلط نیستن. من از این داستان خیلی دارم رنج میبرم و همش هم میریزم تو خودم، چون هیچ بوق و کرنایی نیست توش داد بزنیم بگیم آقا نه. حالا ما باز میگم تاکید دارم روی بچهای قدیمی و کاربلدمون که از اونا استفاده کنه فدراسیون، کمیته بیاره، الان مرتضی رو بیاره، بچه‌ای که بلدن آموزش بدن. خودت ماشاءالله خیلی خفنی توی، ببین بحث انتقال دیگه، بحث این نیست که طرف 100 تا مسابقه زده یا نزده یا مثلا ورزشکار خوبیه، بحث اینه که من بتونم با 4 تا کلیپ آموزشی تو پیجم از 10 تا شهرستان بهم زنگ بزنن تشکر کنم، بگم آقا دبل آندرمون رو در آوردیم، تو پست گذاشتی 1 میلیون ویو خورده، کل بچه شهرستان دبل آندر زدن. خب من دیدم داستان فضا اینطوریه، به خدا اصلا کاری به فالوور و لایک و اینا نداشتم، هی آموزشی گذاشتم بچه‌ها لول اپ شن، دیدم داره جواب میده، دیدم بلدم که انتقال بدم. خب این که چند تا مدرس باشن خوب تزریق کنن دیتا رو، کار جمعه. دقیقاً درسته. آره حالا بستگی به خنگی اون کارآموزا به نظرم اول توی این کامیونیتی اون ورزشکار اگه میخواد مربی باشه، من به نظرم سازوکار قبلش از سازوکار ثبت نام و آموزش مهمتره. به نظرم ما میدونی که الان مثلا شما خود مثلا دورای کراسفیت و بین‌المللی یا مثلا فانکشنال فیتنس یا همه اونایی که تو حوزه فیتنس دارن کار میکنن، خیلی رشته ها هست الان هم اومده دیگه، مثلا هایروکس هست، اسپارتان هست، خود اسپارتان چندین شاخه داره، OCR هست، کراسفیت هست، خیلی جاهای مختلف هستن که مسابقات مختلف دارن برگزار میکنن و حالا به طبع اون رشته خودشون یه دورای مربیگری هم دارن، ولی هیچ کدومش مثل سیستم ما بدون نظارت و بدون سنجش نیست به نظرم. این سنجش قبلش به نظر تو مهمتر نیست؟ مثلا من یه اصطلاحی خود دکتر معتمدی میگفت از پای گاز خانومه پا میشه میاد یا آقای از پشت صندلی مثلا کارمندی پا میشه میاد، سریع تو دوره مربیگری ثبت نام میکنه و میاد تو. منم می‌خواستم اینو بهت بگم، اینم خیلی وحشتناک ترسناکه ولی جلوش نمیشه گرفت. میشه گرفت داره،
میشه گرفت؟ میگی نمیشه من گرفت. میگم نمیشه گرفت. میدونی چرا نمیشه گرفت؟ چون سازوکار سختی نیاز داره و کسی نمیخواد کار سخت بکنه توی فدراسیون های ما. یکی یه دوره برگزار میشه، دوره مربیگری درجه 2 3 1 2 تومن 3 تومن ورودی داره، فقط ورودی هم مهمه. آره کسی کنترل نمیکنه کی از پای گاز اومد، کی ورزشکار تیم ملیه میاد. من به چشم دیدم برای مربیگری درجه 2 رفتم، بنده خدا استادی هم که اونجا بود خیلی عصبی بود، به یه پسره گفت برو دستگاه سرشونه انتخاب کن بزن تو باشگاه. رفت نشست روی قفس سینه، شروع کرد سینه زدن. گفت به کجای سرشونت فشار میاد؟ گفت به میانی. داشت سینه میزد. گفت آقا اون دستگاه سینه است برادر من، تو سینه و سرشونه رو تشخیص نمیدی که فشار کجاست. بعد میخوای مربی زن و بچه منم بشی. دقیقاً. خب این خیلی ترسناکه. عرفان یه چیزی که هست متاسفانه، تجربه‌ای که من دارم اینه که خیلی به کمیت برای بله این سیستمی که ما داریم توش کار میکنیم برای اون رؤسا مهمه، نه کیفیت. و به خاطر اینه که خیلیا واقعا میبینیم که اصلا بعد معیار و مقیاس این که کسی بیاد توی باشگاهی کار کنه چیه؟ شمایی که چیز داری یوزر. نیست. اصلا اولا یوزر، بعد دوما اینه که خب حالا دیگه یه طرف نمیبینه که این طرف یوزرها رو از کجا آورده. اصلا یوزرها رو آوردی، اوکی دمت گرم، آدم کار درستی هستی، ولی خب خودت چی بلدی؟ الان بلدی مثلا برای کسی که مثلا مشکل اصلا ژنتیکال بدنی داره، پاسچرش مشکل داره، سنجش ها رو بلدی؟ میدونی اصلا اینی که الان اومده جلسه دوم نباید بهش اصلا نباید ببریش تو فاز معرفی هندستان پوشاک. این چجوری میشه که ما به اینجا میرسیم؟ به نظرم اون بیس آره علم تمرین که زیر خط فقره، زیر خط فقره. من اینو دارم میبینم عرفان، ببخشید وسط حرفت، ما داشتیم کسی رو که اومده تو کلاسای خود ما تو کلاسای فانکشنال فیتنس خود ما توضیح دادیم، گفته خب الان من برای جلو بازو باید چی کار کنم؟ ما گفتیم آقا من این همه به تو گفتم مثلا ما برای جلو بازو کاری نمی کنیم عزیز من، تو باز به من میگی مثلا جلو بازو هالتر خم اینجا میشه به جای این بذاریم، تو دیگه اونجا خودت هم ناامید میشی و واقعا میدونی که میفهمی که اصلا هیچ جایی. حالا الان میرسیم به این که چطوری درستش کنیم این سیستمو. قبلش یه چیز بگم، من الان توی باکسی که هستم چندین ساله دارم این کارو کنار آموزش کراسفیت انجام میدم. میگم آقا یه نفر اومده پیشم که الان شاگرد زیاد دارم، اینطوری زانوشو عمل کرده، کتفشو عمل کرده، بازگشت به تمرین، حرکات اصلاحی، حرکات ثباتیک، مو به مو صبح تا شب میخونم، میرم با یارو کار میکنم. من باید بلد باشم که یه نفر که عمل کرده رو چطوری برش گردونم به تمرینش. خب مربی کلا تعریفش اینطوری نیست که ما انحصاری بگیم کراسفیت، میگن عرفان مربیه. بله مربی باید کمک کنه. خب حالا به شوخی ما نقش انبیا رو داریم، خب باید کمکشون کنیم. خب طرف میاد میگه آقا دیسکم، کمرم، زانوم، گردنم مشکل زیاده، من قدرت اینو باید داشته باشم که 10 نفر رو برگردونم به تمرین اصلاحی، زانوش خوب شه، کمرش خوب شه. این میشه بهترین تبلیغ واسه مربی که همه جا پر میکنه، میگه آقا من زانوم خوب شد پیش عرفان، نه تنها تو کراسفیت آسیب ندیدم بلکه مثلا اصلاح هم شدم. این قشنگه، دارم رو خودم کار میکنم و اینو دارم به همه میگم آقا لول اپ شید، آپدیت کنید خودتونو. ولی خب من خیلی کم میبینم، خیلی پویا کمه، مربی خوب کمه. صرفا میدونین چرا؟ من یه ایرادی هم میذارم روی اون جامعه‌ای که میخوان بیان سراغ مربیای ما و اون کلاینت هامون. چرا شما صرفا نباید مربی رو با، نمیگم مثلا مهم نیستا، به نظر من یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای کسی که میخواد مربیگری کنه اینه که تجربه کافی توی اون رشته داشته باشه و یه قسمتی از اون تجربه کافی و درست مسابقه دادنه.
اصلا منکر این نیستم، اصلا به هیچ عنوان، و اینو خیلی قبول دارم. ولی من میگم صرفا هر کسی که مسابقه داده مربی خوبی نیست. دقیقاً اینو واقعا همه باید قبول کنن. صرفا هر کسی هم که بدن خوبی داره مربی خوبی نیست. تو همه رشته ها همینه و ما باید اینو از همدیگه جدا کنیم. مربیگری از با ورزشکار بودن باید جدا بشه. اما خب مربی شما اگه این ویژگی هم داشته، یه مربی خیلی خوبیه و باید خیلی ازش قدردان باشی. خیلی از بچه‌ها مثلا میرن تو حوزه بانوان، فکر کنم دیدی خیلی بیشتر این اتفاق میفته. چیزی که من باش واقعا روبرو شدم تو دورهایی که ما گذاشتیم و مثلا میبینم که طرف میاد میگه که آقا من اومدم فانکشنال فیتنس. چرا؟ به خاطر اینکه هندستند یاد بگیرم، رو دستام راه برم. یعنی کاری با بقیه چیزا نداره، فقط به من اینو یاد بده. من دیدم خودت رو دستات راه میری، دیدم خودتون حرکت رو میزنی، اومدم از تو یاد بگیرم. تو نمیدونی این قبلش چی بوده، تو نمیدونی اصلا چقدر سیستم بوده. یه انتقادی هم یه سالی یه سری از منتقدین به سیستم های این ورزش ها که حالا من اسمشون رو میذارم کراس ترینینگ، تمام این ورزش ها کردن. اونم این بودش که آقا چرا تو تبلیغاتتون حرکات سخت رو صرفا نشون میدین؟ تو تبلیغات کراسفیت شما به یه کسی بگی کراسفیت چی تو ذهنش میاد؟ مثل همون آقای مدرس، پتک زدن سخت، ماسل-آپ زدن، وزن زدن سخت. ما از عرفان اینو دیدیم، درسته؟ چون عرفان اینو به ما نشون داده، ولی نیومدیم اون قبل عرفان رو ببینیم. عرفان 8 ساله داره مسابقه میده، عرفان یه عقبه ورزشی عجیب غریبی داره، عرفان داره نیم ساعت قبل تمریناتش به گفته خودش فقط گرم میکنه، استابیلیتی میکنه، موبیلیتی میکنه. آقا اینا رو ببین بعد بگو. این اشکال از نمایش دادنه هم نیست به نظر تو؟ چرا دقیقاً. من اون زمانی که پیج اینستاگرامم رشد کرد، زمانی بود که دست از حرکات سخت کشیدم. ما ورزشکارای حالا معمولی حرفه‌ای هممون ایدئالگراییم، میگیم که حتما باید یه ماسل-آپ یه دست بزنیم تا اینو پستش کنیم، نمایشش بدیم و این خروجیش میشه صحبت شما. من به این نتیجه رسیدم که آقا حتی رو باکس پریدن ورزش ما رو نشون میده، حتی یه پوشاپ رفتن، یه شکم زدن. و شروع کردم خیلی ساده آموزش دادن، تمرینای معمولی رو نشون دادم، خیلی هم بیشتر جواب گرفتم که آقا ورزش ما اینا هم هست، همش پولوور و کراسفیت و رینگ و اینا نیست، اون حالا بخشی داره. بعد اومدن استقبال شد، پیج شروع خیلی شد، ترکون. آره همه دنبال کردن، گفتن این ورزش جذابی داره. خیلی هم هنوز نمیدونن چیه و دقیقا موافقم. بقیه بچه‌ها هم میترسن، اون قپه باید بشینه، یه گاردی دارن نسبت به این. باکس جام بپرم رو باکس، همه میپرن رو باکس، پستش کنم همه میپرن رو باکس. دیگه رو باکس پریدن که کاری نداره. دقیقاً. در حالی که خیلی از آدما هستن که منتظرن یه حرکت ساده است و ببینن و انجامش بدن. چون پیمان رجبی همیشه میگفت، من باشون هم دوره راسپینا بودم، من اونجا مربی کراسفیت بودم، پیمان و موسی اسماعیل پور مربی بدنساز بودن. اونا خب خیلی قوی بودن تو مجازی. همیشه میگفتن کار سخته رو طرف میاد میگه اینو که من نمیتونم بزنم، در میره. آره. ولی میگفت حرکت ساده میزنی میاد چه باحال بود منم بزنم. آره. میمونه. دقیقاً اینطوریه. و بعد یه نمایش درست بدی از ورزشت. حالا هر ورزشی که داری باید نمایش بدی، بگی اینه. من از اون اول که مسابقه میدادم بچه‌ها بهم میگفتن چرا صفر نمیچسبی مثلا بهتره کنی فلان. من از اون اول هدفم این بود که ورزشمو به بهترین شکل نمایش بدم. همیشه تو ذهنم اول این بود. میگفتم یه ماسل-آپ خیلی تمیز بزنم. آره. یه هندواک خیلی تمیز برم. چیزی هم که واقعا تو 2 تا اتلیت من خیلی تکنیک های منحصر به فرد دارن. یعنی منحصرا برای خودشون. من همیشه اینو همه جا گفتم، یکی تویی یکی پوریا. تکنیک هاتون برای خودتونه و تو دنیا هم خیلی این چیزا رو یعنی اینجور اتلیت ها هستن دیگه. ولی خب میبینم اون کلین زدنه، اون خوشگل اجرا کردنه به چشم من بیننده میاد و
همه اینو میبینن و لذت میبرن. خیلی بخش مهمیه به نظر. ولی برای خود خیلیا، حالا من یه انتقادی از شما بکنم، انتقاد که نیست اسمش، اینه که حالا چیزی که به ما میگن دیگه بالاخره اینه که خب ما که نمیتونیم اون وزن سنگینه رو بزنیم، عرفان همش داره اون سنگینه رو میزنه. میبینی این چیزی که مردم میبینن و میگن خب وقتی این داره مثلا 100 کیلو اسنچ و اینجوری میزنه، بابا ول کن، ما که نمیتونیم. آره همون حرف من شد. آره دقیقاً فکر میکنن که همیشه توی مثلا این کامیونیتی کل مجموعه کراس ترینینگ تو همیشه باید 100 کیلو اسنچ بزنی. اصلا اسنچ زدن با میل بار خالی نداری. اینم هست و واقعا به نظرم اینم یکم ماها و همه اون کسایی که دارن کار میکنن اگه بتونیم بهتر جا بندازیم. آقا اصلا من یه چیزی میگم، اینو گفتم راجع به کراسفیت لینچ پین صحبت میکردیم، ایشون توی یکی از جزواتش میگه اصلا بعضیا نیازی ندارن ماسل اپ بزنن. بعضی از افراد که میخوان برای سلامت صرفاً و رسیدن به اون فیتنس تمرین کنن تو مجموعه کراس ترینینگ، شما اصلا نیازی نیست بشه. خب مثلا یه مرد 40 ساله که تازه میاد و میخوایش تو این سیستم رو بهش معرفی کنی و دنبال مسابقه دادن هم نیست، واقعا نیازی نداره، اصلا نیازی نیست واقعا. و به نظر من به این اگه بتونیم برسیم خیلی قشنگ میشه و اون کامیونیتیمون سلامت تر میشه. آره خیلی درگیرشن، خیلی بیام سخته، باید ماسل اپ بزنم. آره من کنار شما نمیتونم تمرین کنم. دقیقاً اینو خیلیا گفتن واقعا که کنار شما نمیتونم تمرین کنم، خیلی بوده. یا مثلا حرفی که خیلیا میزنن و احتمالاً شنیدی، من یه 3 ماه برم بدنسازی این شکمه رو آب کنم بعد بیام، 2 ماه برم بود دو. آره اینم خیلی میگن. اینم بوده که حالا من اینم گفتم مشکلات جامعه است آره نسبت به ورزش ما. آره ارفان یه چیزی هم که هست به نظرت، ما میخوام راجع به یه چیزی صحبت کنیم. فعالیت هامون توی ایران، حالا چیزی که دیگه همه میدونن دیگه، توی کراسفیت خب قانونی نیست. یعنی دنیا ما رو، اون کمپانی کراسفیت ما رو که خب نمیشناسه، یعنی دیگه خودت هم میدونی. اینو میخوام بهت بگم که به نظرت وقتی که ما این شناخته شدنه از لحاظ اون کمپانی رو نداریم و بازم اینجا یه سری آموزش ها رو میدیم و مربی میدیم بیرون و خیلی کارها رو خودمون داخلی داریم انجامش میدیم، به نظر تو این کار درسته و اصلا این درسته یا غلط بودنه چی به کجا میرسه؟ اول یه فلش بک بزنم برم تو صحبت قبلیمون. یه چیز می‌خواستم بگم یادم رفت. آره حتما. خواستم یه پرانتز باز کنم، الان جواب این سوالم میدم. درباره مربی‌ها داشتیم حرف می‌زدیم و اینکه مردم چطوری میتونن یه مربی خوب انتخاب کنن و چطوری یه مربی خوب بشن. درسته؟ الان ملت ما خیلی باهوش شدن. حالا اینترنت، اینستاگرام، هر چی که هست، اون فضای سرچه، میگردن بهترینا رو پیدا میکنن. اونطوری هم نیست که الان یه مربی همینطوری از خونه قهر کنه بزنه بیرون. آره خیلی خوبه. اون طرف میگه من تو رو اصلا نمیشناسم، میرم با پویا کار میکنم، پویا رو 7 ساله میشناسم، 50 تا رفیق مشترک داریم، اسمش هم اینا هر جا میزنم میاد. درسته. یعنی ملت الان سرچ میکنن حتما، یعنی اینطوری نیست که هم برن آسیب رو ببینن. عرفان یه چیزی من این وسط حرفت بهت اضافه کنم، سرچ میکنن ولی ما داریم صرفا نیاریمش تو کراسفیت ها. این دید کراسفیتی داشت یه جایی میخوام با هم یه چالنجی داشته باشیم. چرا اون کسی که میاد، میدونی که یه کسی حالا اسمشو نمیارم، خانومی هست توی اینستاگرام 2 میلیون فالوور داره الان. خب 2 میلیون فالوور واقعی. عرفان کیه ایشون؟ کسیه که میگه خب برای آب شدن اینجا این حرکاتو بزن، امروز برای آب شدن شکم این حرکاتو بزن. چرا ایشون الان وقتی میخوای ازش برنامه بگیری میگه فقط برنامه VIP اگه خواستی از خودم بگیری 5 میلیون تومن، اونم زیر نظر خودم نی، یکی از شاگردامه که چندین سال با هم اون بهت برنامه میده، منم نظارت میکنم. پس چرا اینجوری؟ خب من میگم آدم ورزشکاره باهوش. وقتی میگم ورزشکاره باهوش، اونا ورزشکاره خنگن. 2 میلیون ورزشکار خنگ. می‌دونی چرا؟
من اینجا اینا رو 2 دسته میکنم. اون باهوشا دنبال یه کسی میگردن که به قول خود 10 تا مسابقه زده، با پوست و گوشت و استخون درک کرده اون ورزش و هر ورزشی بوده توش، عرق اون ورزش رو ریخته، آدم زحمت کشیه، مثلا 10 تا دوره گذاشته فلان، همه میشناسنش، میره اون سمتی. یه دم هستن خب مجازی پسندن دیگه، مثلا اون خانم میاد حالا با پروتز و عمل و فلان و بسار و اینا. ما ایرانی‌ها هممون عاشق تو صف وایسادن و کنجکاوی و نمیدونم این چرا این مدل، حتما خیلی خفنه که انقدر میگیره. من بگم 2 تومن شاید کار بی ارزش بشه، اون بگه 5 تومن، یارو میگه 5 تومن داره پول میگیره. آره. خیلی خفنه، خیلی خفن. چی میگم؟ درسته. من بهای کارامو میگیرم، هیچ موقعم زیادتر نمیگیرم، ولی اون کلا سیستمش مجازیه. ولی اون آدمایی که میرن سمتش آدمیان که دارن همه رو فالو میکنن دیگه، وگرنه خیلی اینطوری زیاد داریم 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون ورزشکارای فیکن، واقعا هم خوب نیستن واقعا، یعنی اصلا پیچ خروجی ندارن. یه چیز هم اینجا بگم، یکی از دوستان ما یکی از برنامه‌های من رو داده بود به یکی از این دوستان اینستاگرامی، برنامه تمرینی. من خب برای بچه‌هایی که دوست دارم، مثلا بچه‌هایی هم که صرفا برای سلامت میان پیش ما و تمرین میکنن، من برنامه‌ها رو به سبک و سیاق خودمون می‌نویسم و حتی اون کسی هم که صرفا شیپ بدنی براش مهمه رو قلقلکش میدم که هفته‌ای 3 روز تو یا بدو یا دوچرخه سواری کن، میارمش به این سمت و از روز اولم بهش میگم. و قالب برنامه‌ای که می‌نویسم انگلیسیه و طرف رو مجاب به این میکنم که تو باید سرچ کنی. یه برنامه‌ای از ما رو برده بود، نشونه که این دوستانی داده بود که میدونم الان 760k فالوور واقعی داره و خیلی هم سیستم و نتونسته بود بخونه. ازش بهش گفته بود ایر اسکوات هوایی چی میشه؟ خدا شاده این که چیزایی که دارم میگم اتفاقه. که یه سوال، اون کسی که میره پیش این که 3 میلیون فالوور داره و حالا هیچی معلوم نیست، وقتی جواب نگیره چه اتفاقی میفته؟ یه سال میره پیشش داره تمرین میکنه و فکر کنم 80% جواب نگیرن، چون 80% نمیگیرن، چون اون بلد نیست چی کار کنه با یه نفر، اصلا نمیدونه هدفش چیه و برنامه پویا و عرفان رو میبره کپی پیست میکنه فلان. دقیقاً. اون چی میشه آخرش؟ چرا مثلا مربیشو عوض میکنه؟ چطوری به اون اطمینان میکنه؟ چطوری میمونه؟ یه بحثی که وجود داره اینه که چطوری میمونن، که خب نمیمونن ولی از یه انتخاب اشتباه میرن سراغ یه انتخاب اشتباه تر. دقیقاً. اینه که این رسالت امثال شما، امثال من کوچکترین و حالا بقیه رو خیلی بیشتر میکنه. به خاطر چی دارم میگم آقا؟ اصل صحبت ما اون دنیای فیتنسه. تو صرفا نباید اصلا من میگم اگه کسی صرفا اومد روی یه فاکتور تو کار کرد، اون مربی خوبی نیست، اصلا نمیتونه تو رو کمک کنه. اگه هدفت رسیدن به تناسب اندامه، تناسب اندامو من به همه بچه‌ها میگم اومدی پیش من تو رو میرسونم به تناسب اندام، برو سرچ کن ببین تناسب اندام یعنی چی، تمام. نه چیز دیگه ای. من همیشه پویا توی متد آموزشیم و تو کارم، حالا هر جایی که هستم، انعطاف و کلن آوردم تو بازی. یعنی چی؟ 1 رو 20 دقیقه آخر کلاس همه باید 180 بزنید و این خروجیش چیه؟ مثلا تو 6 ماه طرف داره بدنش اوکی میشه، بغلش داره 180 میزنه. یه فاکتور مهم، انعطاف. خیلی قشنگ و یه مهارته، خیلی هم به دردش میخوره. من میگم اینا رو بیارن، اضافه کنن، باهوش باشن، بیان آزمون خطا داشته باشن رو بچه‌ها، بالا پایینش کنن، برنامه رو عوض کنن، فاکتورهای دیگه اضافه کنن. همش این نباشه که کپی پیست یه برنامه از مثلا یه سیستم جهانی میاد اونو بنویسن، خب امروز اینو بزن. دقیقاً اتفاقی که تو خیلی از باکسامون داره میفته. همه دارن این کارو میکنن. همه دارن همین کار میکنن. عرفان، یه بحثی که وجود داره، میخوام راجع به موقعیتی که توش هستیم و اهمیتش به یکم با هم صحبت کنیم. ما میخوایم این کامیونیتی بزرگ شه و کامیونیتی مجموعه کراس ترینینگ دیگه.
حالا کراسفیت، فانکشنال فیتنس، این کامیونیتی بزرگ که به یه جایی برسه. و الان ما تیم ملی رو داریم و داریم جفتمون هم توش هستیم دیگه. حالا من توی پوزیشن، توی پوزیشن دیگه. میخوام از اون اتفاق خوبه که اگه بیفته به امید خدا، اون انعکاسش و اون اتفاقایی که بعدش برای بقیه ورزشکارا میفته یکم بگی از زبون تو، اگه بچه‌ها بشنون فکر می‌کنم خیلی قشنگ‌تر باشه. من یه پستی گذاشتم در مورد اینکه ورزشکارای ما خیلیاشون ناامیدن. یعنی چی؟ یعنی اون همون خستگی تو ورزشه، بیحال بودنه، امید نداشتنه. این که من قراره چیکار کنم، صبح تا شب میرم تمرین میکنم، این همه به خودم فشار میارم که چی؟ خب اگه یه سال 2 سالم به اون هدفی که داره نرسه که دیگه اصلا کلا عقب نشینی میکنه. این تیم ملی، این فضای فانکشنال، فیتنس فانکشنال، این فضایی که شما زحمت کشیدید، آجرها رو هم چیدید و درست کردید واسه ورزشکارا، خیلی مسیر روشنی به نظر من قبلا هم گفتم خوب میتونم آنالیز کنم ببینم چی میشه آخرش. این مسیر روشنه. این قطار اگه راه بیفته که راه افتاده، ما اولین مسابقه رو بزنیم و یه نتیجه خوبی بگیریم، خیلی روشن میشه مسیر، میان سمتش، جذب میشن، خیلی خانواده بزرگتر میشه. ما میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. قرار نیست کسی رأس باشه، کسی پایین باشه، کسی بگه من. هممون قراره به هم دیگه کمک کنیم. و چرا که نه، امسال 10 نفر رفتن مسابقه بزنن، سال دیگه 100 نفر مسابقه بزنن. به نظر من مسیر خیلی خفنیه. پشتش پشت محکم و قویه. خودت الان چندین سال با استمرار خیلی قوی پشت این سیستم وایسادی. خب خیلی وقت هستی، دمت گرم. چون مثلا خیلی ها هستن میان میبینن یه چیز نمیشه میرن. کسایی که حالا به فکر خودشونن، حالا کار زیاد دارن، منفعت هر چیزی میتونه باشه. یکی مثل خودت وای میسته و اون مسئولیته بود، حرف زدی، اون کارا رو داری انجام میدی. واقعا دمتونم گرم. قربونت برم. و چیزی که دوست دارم به بچه‌ها بگم اینه که ما جدا فارغ از همه سیستم هایی که دارن کار میکنن، ما یه کامیونیتی داریم و هممون با هم رفیقیم، دوستیم، هم دیگه رو دوست داریم. من توی مسابقه دیگه نمیرم ببینم مسابقه چیه، تو رو هر جا ببینم بغلت میکنم. خیلی از بچه‌ها رو هر جا ببینم خوشوبش میکنیم با هم دیگه. این برامون مهم نیست. امیدوارم که یه روز همه اینا یکی بشه و یه اتفاق خوب و قانونی و درست برای هممون بیفته که دیگه کسی به ورزشکارمون نگه این مسابقه رو بزن، اون مسابقه رو نزن، اینجا بیا، اونجا نرو. امر و نهی به ورزشکارامون نکنن و هر کسی که به نظرم داره این کارو میکنه آدم خیلی غیر حرفه‌ایه و داره یه سیستم جوانمردانه رو ناجوانمردانه پیش میبره. امیدوارم که همش درست بشه و انشالله همه چی خوب بشه تو عالم فیتنس مملکت. آره تناسب اندام تو فرمت جامعه‌مون کنار هم انشالله. عرفان خیلی ممنون که اومدی، خیلی عزیزی. میدونی من قلبا خیلی تو رو دوست دارم، دل به دل. و واقعا همونجوری که اون اول حرفامون گفتم، به نظرم تو از انسانهایی هستی که خدای ویژگی بهشون داده که نور باشن برای بقیه و واقعا این نور بودنه رو برای بقیه داری. همینو ادامه بده لطفاً. امیدوارم که خیلی بیشتر ببینیمت و با هم یه سری برنامه‌های خفن دیگه داشته باشیم. حتما بشینیم صحبت کنیم و حرف آخر هر چیزی که هست. مرسی بابت دعوتت رفیق و یار قدیمی، دوست داشتنی. منم قلبی دوستت دارم، دل به دل راه داره واقعا. خیلی حرفه‌ای هستی، سلامت همه باشی. جا هم حرفت هست، ذکر خیرت به نیکی به خوبی لطفه. همه جا. و اینکه منتظر اپیزود بعدی هم باشم. همه حرف زیاده، حرف خیلی زیاده، یه تیکش بود. و اینکه بقیه بچه‌ها هم که امیدوارم دعوت کنیم، حتما حرفای بقیه رو هم بشنویم و بتونیم که این خانواده رو خیلی به هم نزدیکتر کنیم، چون رقابت
رفاقت خیلی مهمتر از رقابته و این رفاقت رو پررنگ‌تر کنید. ان شاء الله. دم شما مرسی گرم. ازت. مرسی. قربونت برم. فدات شم. ممنون. مخلصم.